سلام، روزتون بخیر. میخوام در مورد استعفا دادن صحبت کنم. این روزا در مورد تعدیل زیاد صحبت میکنم، اما در مورد تعدیل خودخواسته یا استعفا و خوبیایی که داره کسی صحبت نمیکنه. من داشتم توی کانکشنام نگاه میکردم که کیا موفقن، کیا بهتر دارن پول در میارن، کیا آدمای قابل اعتماد ترین، و تو اون آدمایی که پیدا کردم یه ویژگی دیدم، اونم اینه که جاهای زیادی کار کرده بودن. تعداد جاهایی که کار کرده بودن زیاد بود و به موقع تونسته بودن از جاهای مختلفی که دیگه براشون تکراری شده بود یا به دردشون نمیخورد خروج بزنن. که البته خود خروج زدنم چجوری خروج بزنی مهمه ها. صرفا منظورم نیست با دعوا اومدن بیرون یا اینکه مثلا چه بدونم ترک کردن سازمانشون رو یه جوری که انگار دیگه هیچ وقت وجود نداره، اما جاهای مختلف کار کردن توی کانکشن های من یکی از ویژگی‌های مشترک افرادیه که موفقن، خوب دارن پول در میارن، کاریزما و آدمای مشتی هستن. من مباحثی هم که اینجا نوشتم همه رو فکت چک کردم، آمار در آوردم، منتها چون نمیخوام ویدیوم خیلی حالت آکادمیک و فلان درصد و فلان حالت باشه، خیلی وارد حالت آکادمیک و درصد گفتن و اینا نمیشم. خب اولین مسئله که خیلی مهمه تو مسئله کریر شغلی ما کانکشن هاییه که داریم. طبیعتا خیلی همون میدونیم که الان دیگه تقریبا رزومه فرستادن و اینی که اپلای کنی واسه شغلات درصد موفقیتش خیلی پایین تر از اینیه که یه آدم مهم تو شرکت تو رو معرفی کنه و بگه فلانی هم کارش خوبه. این که شما صرفا تو یه جا کار کنی و محدوده آدمایی که بشناسی تو اون شرکت خلاصه بشه که به 20 نفر 30 نفر 40 نفر آدمی که تو اون شرکت کار میکنن، طبیعتاً یه نقطه ضعفه. اما اگه شما تو جاهای مختلفی کار بکنی، از شغلت استعفا بدی، جاهای مختلفی بتونی تجربه خوبی رو واسه آدمای مختلفی خلق بکنی، خیلی از آدمایی که تو شرکت‌های قبلی باشون کار کردی واسه پروژه میارن، تو رو معرفی میکنن به جای جدید و کانکشن خوب تو میشه. از این جهت این که جاهای مختلف آدم کار کنه خیلی اوقات میتونه به نفعت بشه اگر بتونی تجربه خوبی رو واسه همکارات خلق بکنی، اگر بتونی کیفیت خوبی رو تو شرکتی که توش هستی دلیور بکنی. خیلی اوقات پیش میاد که آدمایی که تو شرکت‌های قبلی باشون رفیق بودی، باشون کار کردی، باشون مشتی بودی، واسه پروژه بیارن و تو رو معرفی کنن و اتفاقای خوبی رو به تو سجست کنن. به خاطر همین خود بحث تعداد کانکشن هایی که تو جاهای مختلف کار کردن واسه آدم به وجود میاره یه مزیت خوبیه که آدم به خاطرش میصرفه جاهای مختلف امتحان کنه. یه مسئله که بازم مهمه و یکی از مزایای تو جاهای مختلف کار کردن اینه که کالچر شرکت مورد علاقت رو پیدا میکنیم. ببینید ما یه سری ذهنیات داریم در مورد کالچری که دوست داریم، ولی در نهایت ممکنه چیزی که واقعا دوست داریم متفاوت باشه با کالچری که تو ذهنمونه. مثلا چیزی که واسه خود من مطرح بود اینه که من شرکت‌های خیلی فلت رو دوست داشتم، شرکت‌هایی که کالچر خیلی بازی رو داشتن دوست داشتم، محدودیت‌های مختلف واسهشون خیلی معنایی نداشت رو دوست داشتم و توی یکی از همین شرکت‌ها مشغول به کار شدم. ولی بعد از این مدت یه حالت دلزدگی برام ایجاد کرد. احساس کردم که این فقط واسه تو فیلم‌ها و واسه توی این ویدیوها و عکس و فیلمایی که توی لینکدین می‌بینیم باحاله، ولی تو واقعیت هر کدوم از اینا خودش باعث کلی حاشیه و کلی گاسیپ و اینجور چیزا میشه و در نهایت متوجه شدم علیرغم چیزی که فکر می‌کردم شاید خیلی فلت بودنم کمکی نکنه، شاید من دوست دارم توی جاهای کار کنم که خیلی هم فلت نیستن یا یه سری محدودیت ها هم وجود داره. خب این شخصا برای من اینجوریه، برعکسش هم ممکنه وجود داشته باشه. به خاطر همین در نهایت برای اینکه بتونیم کالچر مچ خودمون رو بهتر پیدا بکنیم لازمه که کالچرهای مختلف رو هم تجربه بکنیم. این در نهایت هم باعث میشه که جایی که دوست داریم رو پیدا کنیم، جایی که واقعا بهش تعلق داریم رو پیدا کنیم و هم باعث میشه که برخورد با تایپ آدم‌های مختلف رو هم تجربه بکنیم و بتونیم بالغانه تر با آدم‌ها برخورد کنیم. مثلا کسی که توی فاز خیلی استارتاپیه
شاید نتونه درست توی فضایی که یه حالت نیمچه دولتی طوری داره برخورد بکنه و برعکس، ولی بودن تو همه این محیطا در نهایت یه بلوغی به شخصیت آدم میده که بدونه توی شرایط مختلف چه برخوردی بهتره. خب طبیعتا این معادل دورویی و اینجور چیزا هم نیستش دیگه، صرفا رفتار و اون پرکتیسیه که آدم برای دیل کردن و صحبت کردنش با آدم ها اتخاذ میکنه. مسئله بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم اینه که زیاد جا عوض کردن بین جاهای مختلف در نهایت برای درآمد بهتره تا اینکه بمونی توی شرکت و به سیستم افزایش حقوقی اون شرکت اکتفا کنی. اینو تو اینترنت خیلی مثال واسش هستش. تو دوران کرونا چه بلاهایی سر آدم ها اومده. یه سری از آدم ها برای مسخره کردن این ماجرا حتی از شرکت خودشون استعفا دادن و بعد واسه شرکت خودشون اپلای کردن. یه حالت تمسخری که آقا ما اگر این کارو بکنیم درآمدمون بیشتره تا اینکه صرفا اکتفا کنیم به اون پایپلاینی که شما واسه افزایش حقوق ما در نظر گرفتید. این یه واقعیته و شما توی مخصوصا اگر آدمی باشی که به توسعه فردی خودت اهمیت بدی و بری تکنولوژی‌های مختلف رو یاد بگیری، دیگه از اون چرخه‌ای که صرفا شرکت‌ها واسه طراحی میکنن که تو 1 سال انقدر افزایش حقوق، تو 2 سال انقدر افزایش حقوق، خارج میشی و هر بار که میرید واسه یه شرکتی مصاحبه میدی میتونی آفرای جدیدی بدی. چرا؟ چون خیلی تونستی دانشتو گسترش بدی، یا مثلا پروژه های جانبی رو میتونی انجام بدی در کنار کاری که تو شرکت داری انجام بدی و بعدن که اپلای میکنی میتونی اونا رو هم به عنوان رزومه و تجربه و پورتفولیو بیان کنی. این در نهایت باعث افزایش حقوق بیشتری میشه تا اینکه تو یه شرکت بمونی، اون شرکت حالا ببینیم برنامه‌اش واسه تو چیه و چه جوری میخواد حقوق تو رو افزایش بده. استثنا هم داره، شرکتایی هستن که این واقعیت رو میبینن، برای اینکه نیروشون رو نگه دارن از این مسئله جلوگیری میکنن. اما در کل اون چیزی که تو آمارا هست، اون چیزی که توی کانکشن هم دارم میبینم، مخصوصا واسه آدمایی که به توسعه فردیشون اهمیت میدن، اینه که عوض کردن جاشون باعث میشه که درآمدشون خیلی بیشتر افزایش پیدا بکنه تا صرفا به اون مدلی که شرکت واسهشون ساخته و در نظر گرفته قناعت کنن. مسئله بعدی که استفاده دادن و خیلی واجب و ضروری میکنه محدودیت استکه. ببینید شما اگر فسیل بشید توی شرکتی دیگه دیولپر نیستید، دیولپر اون پروداکتی هستید که واسهش دارید کار میکنید. یعنی انقدر تکنولوژیایی که کار میکنید محدود میشه و صرفاً مختص اون پروداکتی که دارید کار میکنید که در نهایت شاید باعث بشه که شما توی بازار کار بیرون از اون شرکت جایگاهی نداشته باشید. خیلی شرکت‌های خفن هستن که دارن از کدای لگسی و تکنولوژی لگسی استفاده میکنن. من همکار داشتم که توی شرکتی داشته از یه فریم ورک قدیمی جاوا اسکریپتی استفاده میکرده که اونو هیچ جایی تو دنیا به غیر از اون محصولی که اونجا بود کار نمیکردن. طرف 7-8 سالم بود که سابقش اونجا بود و خیلی استرس داشت و خیلی ناراحت بود از اینی که وقتی الان بیاد بیرون باید چندین ماه بذاره خودش رو آپدیت کنه، چون میدونست که تو بازار کار جایگاهی نداره. اما اگه جاهای مختلف رو ما امتحان بکنیم، تکنولوژی‌های مختلف رو امتحان بکنیم، در نهایت رزومه که میفرستیم و جای مختلفی که میریم مصاحبه میتونیم آفر بدیم که این چیزا رو من بلدم، گستره چیزایی که کار کردم رو پروداکشن اینا بوده، تجربه‌ام اینجوری بوده. طرف بگه نمیدونم فلان تکنولوژی میگیره و فلان محصولم هست و این هم اعتماد به نفس خیلی خوبی به تو میده، هم توی بازار کار جایگاه بهتری داری و میتونی در نهایت درآمد بهتری رو هم آفر بدی، حقوق بهتری هم بهشون ازشون درخواست بکنیم. مسئله بعدی که به این هم باز ربط داره مسئله مصاحبه است. زود به زود مصاحبه دادن آدمو آماده نگه میداره. مسئله مصاحبه خیلی اوقات میدونیم سوالایی که تو مصاحبه میپرسن خیلی ربطی به کاری که روزمره انجام میدیم نداره. چه بدونم کسی که 8 سال 9 سال 10 سال یه جا کار کرده خیلی سخته که دوباره مثلا برای سوالای الگوریتمی یا سوالای مثلا لیت کدیتور آماده بشه که بتونه بره از پس اینا بر بیاد.
اما کسی که زود به زود جاهاشو عوض میکنه، خودشو آماده نگه میداره، مغز خودشو ورزیده نگه میداره برای هندل کردن صرفا جلسه مصاحبه. یادتون باشه جلسه مصاحبه خودش به خودی خود یه فنه، یه هنره که بتونی چجوری جلسه مصاحبه رو خوب هندل کنی و جلو ببری. و آدمایی که جا عوض نمیکنن و فسیل میمونن توی شرکتی، این هنره کم کم یادشون میره و طبیعتاً یا نمیتونن این هنر رو تو خودشون زنده کنن یا زمان زیادی میبره. بعد خب تو این اقتصاد وحشتناک زمان زیادی بردن شاید باعث این بشه که طرف از نظر مالی یا از نظر روانی فشار خیلی خیلی زیادی بهش وارد بشه. مسئله بعدی که خیلی جالبه اینه که ببینید الان تعدیل زیاد شده تو شرکت‌ها. یعنی شرکت‌ها به آنی درصد خیلی خوبی از کارمنداشون رو تعدیل میکنن. اینی که توی شرکتی زیاد جاگیر نشیم، نمیدونم چند سال توی شرکتی بودن، یکم حس مالکیت واسه آدم ایجاد میکنه، واسه اون میزی که داری، واسه اون صندلی که داری، واسه اون دسکتاپ و اون چه بدونم فضایی که برای خودت درست کردی، یه حس مالکیتی بهت میده. و مثلا مسئله تعدیل ممکنه بار روانی خیلی زیادی واسه داشته باشه. اینی که جا عوض کردن قبل از اینکه تعدیلت کنن یا قبل از اینکه دچار مشکل بشی، این کالچر و این فرهنگ واسه آدم به وجود میاره که تو اون شرکت تو مالک چیزی نیستی، صرفا اومدی وقتتو بفروشی، صرفا اومدی تخصصتو بفروشی، یک ارزشی رو تولید کنی و طبیعتا تو مالک میز و صندلی و این فضا و این دکوراسیونی که این شرکت داره نیستی. آدمایی که تجربه کار تو جاهای مختلفی دارن خیلی با تعدیل راحت تر کنار میان تا آدمایی که مثلا تایم خیلی زیادی توی یه شرکتی موندن و اونجا کار کردن. به خاطر همین طبیعتا اونا بهتر خودشونو ریکاوری میکنن بعد از مسئله تعدیل، سری کار پیدا میکنن، واسه مصاحبه آمادن، استکای بهتری دارن و طبیعتا بهتر جون سالم در میبرن از این تعدیلایی که توی بازار کار ما هم متاسفانه کم نیست. یه بحث دیگه بحث برنات شدنه. برنات شدن چی بهش میگن؟ فرسودگی کاری یا فرسودگی شغلیه. ببینید سالهای سال روی بیزنس خاص کار کردن ممکنه واسه آدم فرسودگی ایجاد کنه، ممکنه واسه آدمی که کنجکاوه یا ذهن پویایی داره، ذهن سیالی داره، خسته کننده بشه، اعصاب خورد کن بشه. من خودم تجربه همچین چیزی رو داشتم. روی پروژه کار میکردم که یه پروژه دولتی طور بود و واقعا بعد از 1-2 سال آدم خسته میشه، میگه من دوست دارم برم چیزای جدیدم امتحان کنم. طبیعتا اگه صرفا آدم قانع بشه به اونی که اون چیزی که اون شرکت داره میده، بگه اشکال نداره محیط سیفیه، اشکال نداره حقوق دارم بهم میدن، اشکال نداره فلانه فلانه فلانه، یه حس خستگی، فرسودگی و یه حس چه بدونم بی‌حوصلگی واسه آدم شکل میگیره. ولی وقتی که کاراتو عوض میکنی، میری توی بیزنس جدیدتر، میری توی بیزنس حالا تو حالت خوشبینانه جذابتر، خب تا اینکه بیای خود بیزنس رو یاد بگیری، روی محصول سوارشی، روی محصول با محصول ارتباط برقرار کنی، خودش جذابیت داره، کلی انرژی مثبت از آدم میگیره و این چالنجایی که واسه آدم ایجاد میکنه خودش کلی باعث میشه که آدم حس کنجکاوی و حس پویا بودنش راضی بشه این وسط. به خاطر همین این مسئله هم مهمه دیگه. یعنی شما اون محصولی که کار میکنید، اون پارادایمایی که اون محصول داره، اون بیزنسی که اون محصول داره، بعد از یه مدتی ممکنه واسه آدم خیلی تکراری بشه. عرضم به حضور شما در مورد مسئله که میخواستم صحبت کردم. بدی هم داره جا زیاد عوض کردن، خیلی جا زیاد عوض کردن واسه رزومه نقطه ضعف و منفی حساب میشه که راستش شخصا میشه اینو یه کارایش کرد که خیلی ریجکت نشی تو این ماجرا و من خیلی به این بدی که میارزه به نظر من، یعنی اینکه شما در نهایت جاهایی که عوض کردی ممکنه زیاد باشه، میتونی البته یه کارایی کنی رو رزومت که اینو اینجوری انقدر گنده نشون نده، ولی در نهایت چیزی که واسه آدم ایجاد میشه، ارزشی که واسه آدم ایجاد میشه به نظرم بیشتره تا اون جاهایی که عوض کردی. یه سری بدی دیگه هم داره. مثلا
بعضی اشکالات و بعضی تصمیمات خودش رو تو طولانی مدت و میان مدت نشون میده، مثلا راهبردها و استراتژیایی که خیلی مدیرا میچینن، یا مثلا معماری هایی که آدما واسه نرم افزارشون در نظر میگیرن. این خوبی و بدیش زمان خیلی دخیله تو این ماجرا. به خاطر همین اینا هم باید حواسمون باشه دیگه، وقتی زود به زود جا عوض میکنیم یا جای مختلفی میریم این مشکلات رو ممکنه نبینیم یا این تجربه رو ممکنه از دست بدیم که مهمه دیگه. یعنی یه تعادلی رو نیاز داره، اینجوری نیستش که بگیم تون آدم خیلی مثلا فرکوئنت کارشو عوض کنه یا اینکه مثلا نه فسیل بشه توی شرکتی. یه احتمالاً یه نقطه طلایی داره که آدم نه توی شرکت‌های مختلف فسیل بشه، نه اینکه واقعا این فرصت رو به خودش نده که نتیجه تصمیماشو ببینه، نتیجه راهبرداشو ببینه، نتیجه معماریشو ببینه و با چالنجایی که خیلی مربوط به گذر زمان هستن دست و پنجه نرم نکنه و اینا رو اصلا مطرح نکنه. که باز البته من اینم خیلی امتیاز خیلی زیادی بهش نمیبینم، یعنی این فازو دارم که not a big dealه، چون به شخص خودم روی تمام محصولاتی که این مدت کار کردم 80-90% تا الان فیل شده. این اصلا این فرصت رو نداشتن که به بلوغ برسن یا مثلا مشکلات معماری و مشکلات استراتژیک راهبردی رو تو خودش نشون بدن. طبیعتا خب چه بدونم اگه اونجا میموندم اصلا حتی به این نقاط هم نمیرسید. به خاطر همین من نظر شخصی بیشتر سمت اینه که آدم جای مختلف رو ببینه، تجربهشو بیشتر بکنه و بتونه از این تجربه مشتی و درست استفاده بکنه دیگه. موفق باشین. این ویدیو تمامه.